سالها دل طلب جام جم از ما می کرد وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است طلب از گمشدگان لب دریا می کرد. به نام خداوند بخشنده و مهربان و سلام خدمت همه همراهان و معاشران و حریفان دلپسند و همیشگی. میدونم یه مشکلی دارید همتون، حالا اینکه میگم همتون باید اصلاحش کنم، واقعا هممون، و اونم مسئله خجالت و کمرویی در فضاهای ارتباطیه. اما سطوحش ممکنه متفاوت باشه و در ساحات متنوع متعددی تغییراتی درش ایجاد بشه. مثلا فرض بفرمایید من حسینیان موقعی که میخوام در حضور یک جماعتی سخنرانی بکنم شاید مشکلم خیلی کمتر باشه تا زمانی که میخوام یک نفر رو حتی در یک موقعیتی در یک فضای ارتباطی بهش اعتراضی بکنم. اینجاست که ما هممون درگیر موضوع خجالت و کمرویی هستیم، اما برامون فرق داره، تفاوت داره. کسی در ارتباط با همسایه‌اش مشکل داره در بحث خجالت و کمرویی، کسی دیگری تو ارتباط با مثلا پدرش دچار این مسئله است، فرد دیگری بین همکلاسی‌هاش این مشکل و این مسئله رو باهاش مواجهه. میخوام بگم واقعیت اینه که خیلی حساب کتاب نداره، یعنی واقعا اینطوری نیستش که بگم که یا من خجالت و کمرویی دارم یا اصلا ندارم. همچین چیزی نیست. برای هر کسی ممکنه یه جایی خیلی عادی باشه براش، در جای دیگری خیلی وخیم و فاجعه بار. چی هست اصلا؟ مشکل از کجا شروع شده؟ چرا این در ما وجود داره؟ میدونید مکاتب مختلف روانشناسی و افراد مختلفی که محققان حوزه روان و شناخت درون انسان بودند و هستن سعی کردن مسئله خجالت و کمرویی رو بهش خیلی بپردازن، ببینن ریشه هاش کجاست، اصلا چگونه به وجود میاد، تا جایی که مثلا از مقوله اعتماد به نفس یا کمبود اعتماد به نفس آغاز میشود تا رسیدن به مباحثی مثل مقوله مثلا کمال طلبی یا کمالگرایی یا حتی ایدئال طلبی. میخوام بگم که البته که میتواند همه اینها درش مؤثر واقع بشود. حتی مثلا مسئله اعتماد به نفس مقوله است که من خودم خب خیلی بهش پرداختم، اتفاقا ویدئویی هم داریم در همین زمینه که من به صورت کامل و مشخص اصلا مقوله اعتماد به نفس رو شرح دادم، توضیح دادم که چه ما برخوردی باید با اعتماد به نفس حتی داشته باشیم پس از اینکه میشناسیمش و چگونه میتوانیم مثلا اعتماد به نفس رو تقویت بکنیم و اونجا انواع اعتماد به نفس رو در موردش توضیح دادم، شرح دادم. اما یه چیز مهم میخوام بهتون بگم. ببینید این موضوعات خجالت و کمرویی و امثال هم در واقع مفاهیمی هستند مربوط به جهان مدرن. واقعا ما خیلی این رو در آثار گذشتگان نمیبینیم، شاهد نیستیم. مثلا ما وقتی که میریم سراغ قدما میدونیم که اونها هم مثلا با چیزی به نام مسئله نداشتن جسارت مواجه بودند که میومدن چیکار میکردن. مثلا ما در داستان دموستنس خطیب داریم که برای اینکه بتونه این جسارت رو پیدا بکنه که سخنرانی بکنه مثلا رو به یک جمعیت فرضی سخن میگفت، عقده‌هاش رو خالی میکرد، یا تمام تلاشش این بود که مهارت سخنرانی رو یاد بگیره. اینو باش کار داریم، اینو بذارید کنار فعلا، چون یادمون نره ته ماجرا در نهایت همین مهارت است که به داد ما خواهد رسید. میدونیم که همچین چیزایی بوده، اما چیزی به نام کمرویی خیلی معنا نداشته. انگار ما فقط اومدیم این لنز دوربینمون رو زوم کردیم روی این موضوع، انگار چون داریم میبینیمش و باهاش مواجه شدیم اصلاً برامون تبدیل به یک مشکل و معضل شده. یعنی از کجا آغاز شده؟ از زمانی که ما آدم‌ها وارد روابط پیچیده و گسترده اجتماعی شدیم. یعنی یه روزگاری خب من و تو اصلا توی فضای شهری نبودیم، اصلا قرار نبوده انقدر با آدم‌های مختلف ارتباط برقرار بکنیم. ما مثلا تو ولایت خودمون، تو روستای خودمون، حتی تو همون شهر خودمون، تو محله خودمون ارتباطاتمون همونجا محدود می‌شده. پس آدم‌ها رو میشناختیم، یعنی میدونستیم این فلانیه، این پسر بیساریه، با این بزرگ شدم، اینو از قدیم میشناختم، این بزرگتر ما بوده، این کوچکتر از منه. آدم‌ها رو میشناختیم، چون میشناختیم خیلی این معضل خجالت و کمرویی و این چیزها رو نداشتیم. اما دقیقاً زمانی که اومدیم وارد ارتباطات گسترده اجتماعی و حرفه‌ای شدیم دیدیم ای دل غافل، چقدر معضل دارم من.
چقدر نمیتونم حرف بزنم، چقدر مشکل دارم در بیان حتی یک نظر، در اینکه بتونم مثلا حتی کمک کنم به کسی. واقعا یه جایی میدونم که میتونم به فلانی کمک کنم اما اصلا روم نمیشه در موردش باهاش حرف بزنم، یا بالعکس مشکلی دارم، مسئله‌ای دارم، میدونم به دست و حل میشه اما نمیتونم در موردش حرف بزنم. چرا داره این اتفاقات میفته؟ برای اینکه یک اصل اساسی وجود داره. عزیزم، ما انسانیم، ما هممون دنبال این هستیم خودمون رو حفظ کنیم، میخوایم امنیت خودمون رو معنا بکنیم. به همین دلیل به محض اینکه قراره ورود بکنیم به سطوحی از فضاهای اعتمادی و قرار اعتمادی از یک سطحی افزایش پیدا بکنه با کسی یا با کسانی و من اونجا بتونم اوریانتر، اونجا خیلی عیانتر باشم، من دچار نگرانی میشم. ببینید، ما آدم ها برای حفظ خودمون حجابی داریم، در واقع به نوعی حریمی داریم، سادهش اینه دیگه، حریم های ارتباطی. به محض اینکه قراره این حریمه یه خورده متفاوت بشه و من از اون دایره امن همیشگیم خارج بشم، اینجاست که من کل روانم دچار آشفتگی میشه، چون به نوعی حتی نمیدونم چرا واقعا احساس میکنم وای الان قراره یه اتفاق بدی بیفته، در حالی که نه، اصلا اتفاق قرار نیست بیفته. یه روز کسی به من گفتش که من تو ارتباط با غیر همجنس خیلی مشکل دارم، مثلا با یه خانومی ارتباط میگیرم، حرف میزنیم، صحبت میکنیم، ولی از یه جایی بعد جلوتر نمیتونم برم، حتی نمیتونم مثلا دستش رو بگیرم. گفتم حالا البته نگیر چون محرم نیستید به هم، انشالله بعد از محرمیت، ولی سوال مهم همینه، اصلا یک نکته‌ای وجود داره. خب مثلا اگر دستش رو بگیری میخواد بزنه تو گوشت، خب با یه آدمی که 2 بار رفتی مثلا رستوران، 3 بار رفتی کافه، حرف زدی، قرار گذاشتید، صحبت کردید، حالا اگه دستش هم بگیری مثلا میخواد چیکار بکنه؟ تهش اینه که مثلا میگه نه اجازه بده مثلا یه ذره کنتر پیش بریم، اینقدر با سرعت نریم مثلا وارد ارتباط بشیم، اجازه بده من باید فکر کنم. تهش اینه دیگه، اتفاق قرار نیست بیفته. اما همین این برای اون بنده خدا یک بحرانی تولید میکنه و او رو چنان درگیر این موضوع میکنه که اصلا براش میشه یک مسئله و به نوعی شاید تا آخر عمرش هم تنها میمونه و حتی نمیتونه با اون کسی که دوست داشته وارد ارتباط بشه و ازدواج بکنه. حتی ازدواج، چیزی که به صورت خیلی عادی در جامعه انسانی وجود داره و مشروعه و مقبوله و همه جامعه هم بهش سهه میگذارن، همه احاد جامعه هم سعی میکنن که از ازدواج حفاظت و حمایت بکنن. میخوام بگم این موضوعات واقعا اولا یه خورده استثنایی و منحصر به فرد نبینش واقعا. یعنی همین الان که من دارم با این جسارت با تو حرف میزنم، واقعیت اینه من یه جاهای خیلی درگیر خجالت و کمرویی ما. یعنی من واقعا خیلی از جاها از حقوقم، از حق مسلم خودم به تعبیری میگذرم فقط برای اینکه با کسی، با دیگری، با دیگرانی وارد مثلا یک بحث و جدل نشم، مثلا نسبت به یک مالی، نسبت به یک حق مادی، نسبت به یک توافقی. واقعا سعیم بر اینه خیلی خودم تو این موقعیت قرار ندم. اینجاست که میخوام بهت بگم بله این در ما وجود دارد، اما تنها راهش، اگر بخوام وقتتو نگیرم، اگه بخوام خیلی راحت بهت بگم، چکیده و اساره اون چیزی که در طول این سالها به من کمک کرده و بهش رسیدم، فقط و فقط یه چیزه: ایجاد مهارت. تو چاره‌ای نداری جز این که مهارت آموزی بکنی. میدونی؟ یعنی هر چقدر هم تلاش بکنی که بیای روانت رو تقویت بکنی، هر چقدر هم تلاش بکنی کارهای ذهنی بکنی، از روانشناسی و اصول روانکاوی حتی بهره مند بشی، بری سراغ CBT، بری سراغ هر رویکرد درمانی که وجود داره، ممکنه بهت کمک بکنه اما خیلی کم، خیلی دیر. و همه این کمک ها هم مال زمانیه که تو واقعا دچار خجالت نشی، تو واقعا دچار کمرویی نشی، تو واقعا اونجا دچار احساس ناامنی در فضای ارتباطی نشی. وگرنه اگر واقعا اون اتفاق برات بیفته، من به جرئت بر اساس همه تجربیاتم میتونم بگم که اینا هیچ کدومش به کارمان نمیاد و نمیتونه درد ما رو دوا بکنه. تنها چیزی که کمک میکنه به ما خود مهارته. اما چه مهارتی؟ بذار چند تا چالش بهت بگم، چالشایی که خودم باهاش مواجه بودم. اصلا من چرا سخنران شدم؟ چرا تلاش کردم که بیام حتی به عنوان یک مربی سخنوری از یه جایی به بعد زندگیم رو وقف یک همچین حوزه‌ای بکنم؟ چون چند تا چالش جدی داشتم. شماره 1، من میدیدم به محض اینکه عصبانی میشم، خیلی خوشحال میشم، احساساتی میشم، سریع منفعل میشم، تسلیم میشم. عملا اتفاقی که نمیفته اینه که من هیچ کنشگری مناسبی در اون لحظه ندارم.
نمیتونم حرفم رو بزنم، نمیتونم اون چیزی که باید رو ارائه بکنم، از همه بدتر بیخردی هم میکنم، یعنی چیزی میگم که اصلا نباید، اصلا نشاید و اون باعث میشد که من رو در موقعیت بسیار بدی قرار میداد. به جای اینکه حتی از اون موقعیت بتونم استفاده بکنم، اون موقعیت برای من کلی ضرر و خسارت و لطمه ایجاد میکرد تا مدت‌ها تو زندگیم درگیر این بودم که بتونم فقط اون رو جبران بکنم، اون مشکل وجود اومده رو. چالش اولم این بود. چالش دومم وقتی قرار بود در لحظه‌ای اظهار نظر بکنم، نظرم رو وقتی ارائه میکردم به دیگران برمیخورد، باعث میشد که من با دیگران دعوام بشه. آدم ها حتی احساس میکردن من قصد توهین بهشون داشتم، در حالی که من فقط قرار بود نظر خودم رو ارائه بکنم و این چنان من رو دچار مسئله کرد که از یه جایی بعد حتی تلاش میکردم نظر ندم، حتی سعی بکنم مثلا بگم به من چه، اصلا ولش کن، تا جایی که ممکنه اظهار نظر نکنم و از یه جایی به بعدم اظهار نظر برای خود من هم مساوی شده بود با دعوا کردن، با داد زدن، با مثلا نقد کردنی که اسمش ایراد گرفتن بود، اعتراض کردن بود به تعبیری. من فقط اعتراض کردن رو یاد گرفته بودم. چالش شماره 3، وقتی در فضاهای ارتباطی جدی قرار می گرفتم فکر می کردم باید خودم رو بگیرم، یعنی به نوعی تشخص من این بود که متکبرانه رفتار بکنم. چرا؟ چون میخواستم کاری بکنم دیگران خیلی نزدیک به من نشن و فرض من از آدم مهم بودن این بود که قیافه بگیرم. پس آدم مهم کسی که قیافه میگیره. اینم معضل سوم من بود و همین باعث میشد آدم ها خیلی به من نزدیک نشن. چالش چهارم، ولش کن. چالش زیاد داشتم، به خاطر همه این چالش ها باعث شد که اومدم در این فضا سخنور شدم. اما از یه جایی به بعد دیدم گره کار من یه جاست. من نمیتونم از بلاغت، از زبان آوری خوب استفاده کنم. من نمیتونم وقتی یه چیزی تو ذهنم میاد رو تبدیلش بکنم به جمله ایجابی نه سلبی. به جای اینکه بگم تو نباید این کارو بکنی، بلد نبودم بگم باید چی کار بکنی و وقتی هم حتی به کسی میگفتم باید فلان کار رو بکنی، برخورنده بود، گزنده بود، زننده بود. من بلد نبودم با آدم ها تعامل کنم، من بلد نبودم همراهشون باشم. چرا بلد نبودم؟ چون کلمات لازمش رو در اختیار نداشتم، چون بلد نبودم از ظرفیت بلاغی و ادبی استفاده بکنم. نگاه کن، همین الان در این ویدیو در شروع من جملاتی از حافظ بزرگ براتون خوندم. حافظ داره به شدت یقه ما رو میگیره تو این شعر. سالها دل طلب جام از ما میکرد، وانچه خدای ز بیگانه تمنا میکرد. میدونی ساده شده ای ارتباطی که ما به کار میبریم چیه؟ مثلا میگیم فلانی دنبال چی میگردی؟ تو چرا اینقدر مثلا قدر نشناسی؟ تو چرا اینقدر قدر موقعیتاتو نمیدونی؟ چرا بلد نیستی از اون چیزی که داری استفاده بکنی؟ حرف اینه ها. اما ببین حافظ چقدر زیبا میگه. سالها دل طلب جام از ما میکرد، وانچه خدای ز بیگانه تمنا میکرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، یعنی اون چیزی که تو داری رو تبدیل به یک گوهر کرد که در وجود توه و مال توه، اما تو ازش استفاده نمی کنی. چرا؟ چون دائما دنبال سعادت و خوشبختی بیرون از خودت میگردی. یعنی حافظ داره تیزترین، دقت کن، و به نوعی برنده ترین نقدها و انتقادها رو نسبت به ما ارائه میکنه، اما با زبانی که انقدر لین و بینه که ما دوست داریم ساعتها بشنویم و حتی بهش فکر کنیم. میخوام این رو بهت بگم، مهمترین مهارتی که تو باید به دست بیاری بیان و زبان آوریه. من کسی هم که بلدم اینو بهت یاد بدم. کلی ویدیو تو همین یوتیوب هست، برید نگاه کنید، سعی کنید تمرین کنید، یاد بگیرید. همین استفاده از آثار ادبی، نه اینکه مثلا عیناً همین شعر حافظ رو بخونی، نه، اما از ظرفیت این شعر بهره مند بشی. نکته مهم اینجا اینه، ما در هنگام برقراری ارتباط چاره‌ای نداریم جز اینکه درست بیاندیشیم و از همه مهمتر اندیشمون رو درست بیان کنیم. پس ما با گفتار مواجهیم، یعنی اندیشیدن. دو وجه داره، یه بخشش اونجایی است که دارم با خودم حرف میزنم، یه بخشش اونجایی که دارم با دیگران حرف میزنم. با ما همراه باشید در آموزش‌های بیان و گفتار و سعی بکنید این موضوع رو تا میتوانید در خودتون تقویت کنید. کسی که بلد حرف بزنه سر صدا نمیکنه، فریاد نمیزنه. کسی که بلد از بیان و بلاغت خوب استفاده بکنه قطعاً
لزومی نداره توهین بکنه، هیچ احتیاجی به این که خودشو بگیره نداره، با همه تعامل میکنه، همراه، فاصله و حریم ارتباطیش رو هم حفظ میکنه و به جای تکبر از تشخص بهره مند.